هموطنان عزیز سلام. حمله خونین و ضد انسانی بالای دانشگاه کابل یکی از بزرگترین نهادهای آموزشی افغانستان و او هم فقط 9 روز بعد از حمله ضد بشری بالای مرکز آموزشی کوثر در دشت برچی تمام ملت افغانستان، تمام افغانها را چی داخل افغانستان و چی هم خارج از کشور در ماتم نشانده. ما از همچو جنایات باید که بیشتر به خود بیاییم و از قبل کرده بیشتر احساس مسئولیت کنیم، چون با انجام دادن چنین جنایات نابخشودنی دشمن مرزها را مشخص ساختن. اینا نشان دادن که اینا ضد توسعه، انکشاف، رشد، علم، دانش و ضد نسل آینده افغانستان هستند و همه ادعای از اینا که اینا به خاطر دفاع از مردم افغانستان و به خاطر دفاع از دین و مذهب کار میکنن دروغ است و فقط فریب دادن به مردم افغانستان است، چون هیچ دین، هیچ مذهب، هیچ آیین و هیچ کلتور قتل کودکان، نوجوانا و جوانا را و دانش آموزا را روا نمیدانه و این جنایت به هیچ وجه توجیه شدنی نیست. دانشگاه ها و مراکز آموزشی که اینجا مرکز علم و مرکز تولید عقلانیت و مراکز رشد و توسعه روشنگری می باشند، قتل و خون در این مراکز و بستن دروازه های از این مراکز به جز از روسیایی عقب افتادگی و به جز از این که ما بازیچه کشورهای همسایه شویم دیگه به ما چی فایده داره؟ پس در اینجا وظیفه ما و وظیفه نسل جوان افغانستان، جوانان افغانستان و هر فرد افغان چی است؟ جوانان افغانستان باید که در کنار ادامه به مبارزه خود و ادامه به کسب علم و دانش باید شجاعانه صدای خود خلاف گروه های خشونت طلب و تروریستی بالا کنند و همه جوانا باید دست به دست هم داده و به خاطر از بین بردن تبعیض قومی، زبانی، مذهبی، نژاد پرستی، خود برتربینی، برتری طلبی، تمامیت خواهی و تحقیر و ستم بالای یکدیگر باید ما از این کارا دست بکشیم، پشت سر گذاشته و به خاطر منافع ملی خود، به خاطر وحدت ملی و به خاطر اعتماد سازی در کشور خود کار کنیم. ما باید بدانیم که حمله بالای جوانای افغانستان، بالای قشر تحصیل کرده و دانشجویای افغانستان به این معنا نیست که جوانای افغانستان و دانشجویا قشر ضعیف هستند، بلکه این به این معنا است که چون اینا یک نیروی قوی هستند و دینامیک تغییر و تحول در جامعه هستند، دشمن از اینا میترسه و چون میترسه میخواد که اینا را از بین ببره. پس باید تمام جوانان افغانستان خود به قدرت علم و دانش مجهز ساخته تا نه تنها دولت ضعیف و فاسد بلکه گروه های تروریستی هم قادر به مهار بالای ازنا و ستم بالای زینا نباشه. نسل جوان افغانستان آینده افغانستان است و آینده افغانستان مربوط جوانان است. جوانان افغانستان قوی‌تر از گروه های خشونت طلب و دشمنای افغانستان هستند و ما به اثبات خواهیم رساند که با وسیله کسب علم و دانش، عقلانیت انسانی، نواندیشی و ذهنیت باز برای افغانستان و نسل‌های آینده بهتری و روشنی خواهیم ساخت. پس بیاین که با کسب علم و دانش و مبارزه خود ادامه بدیم، پیروزی از آن ما خواهد بود.